پهلوان تاجیک محمدبیگوف که تحت پرچم روسیه هنرنمایی میکند روز 6 مای در مسابقات گراند سلام کازان 2021 در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در وزن تا 73 کیلو برنده جای اول و نشان طلایی این مسابقه با نفوذ شد. محمدبیگوف در راه به سوی فتح قله طلایی گراند سلام کازان 2021 ابتدا زینگ انتونی از آلمان سپس رشید محمدعلیف را از آذربایجان شکست داده در دوره سوم مسابقات با امک بچه خودش سامان محمدبیگوف که تحت پرچم تاجیکستان هنرنمایی میکند به میدان برآمده و او را هم شکست داد. محمدبیگ سپس فردیناند کارپاتیان از ارمنستان و در مرحله نهایی طاهر بوتبول را از اسرائیل مغلوب ساخت و در رقابت نهایی عضو دیگر دسته روسیه ایوب خجالیف را شکست داد. محمدبیگوف 21 سال داشته در شهر ایرکوتسک روسیه زندگی میکند و یک جا با امک بچهش سامان در نزد امکایشان فاتح و ایرگش محمدبیگوف در تالار ورزشی موری مشق گشتین میکنند. خانواده محمدبیگوف زادگان نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان میباشند ولی چند سال باز در روسیه به سر میبرند. سامان محمدبیگوف تصمیم گرفت در مسابقات های بین المللی تحت پرچم تاجیکستان میدانداری کند. محمدبیگ باشد به تیم ملی روسیه راه یافت.